فرقی نداره شاغلی، ورزشکاری یا یه مامان همیشه در حال حرکت. این انرژی بار رژیمی میتونه همیشه توی کیفت باشه. باهاش سیر میشی، سالم میمونی و رژیمت حفظ میشه. کافه جای دو سرپرک، مغز گردو، مغز کدو و آفتاب گردون رو روی گاز یه مقدار تفت بدیم تا خامیش گرفته بشه. داخل دستگاه میریزیم و یه مقدار خوردش میکنیم. به ظرف مورد نظر انتقالش میدیم. حالا خرمای بدون هسته، کره مغز که من از کره بادوم زمینی استفاده کردم و پودر هل رو داخل دستگاه میریزیم و خوب میکسش میکنیم. به ترکیب قبلی اضافه میکنیم و ورز میدیم. برای انسجام بهتر میتونید از یه مقدار خیلی کم آب یا گلاب استفاده کنید. ظرفمون رو انتخاب میکنیم و نایلون میذاریم و موادمون رو داخلش میریزیم. سطحش رو کاملا صاف و فشرده میکنیم. با مغزیجات روش رو تزیین میکنیم و برای 4 تا 5 ساعت توی یخچال قرارش میدیم. بعد از اینکه 4 5 ساعت توی یخچال مون، به اندازه های دلخواه برشش میزنیم. مرسی که بازم مثل همیشه تا انتهای ویدیو همراه هم بودی.